سلام دوستان، به اکس تو نکس خوش اومدید. مهسا ایزدی هستم، مجری اولین قسمت از فصل یکم برنامه اکس دیت. دوتا از دوستای خوبمون که به مشکل خوردن آوردیم که بتونیم رابطه‌شون رو درست کنیم. بریم باهاشون آشنا بشیم. بچه‌ها خیلی خوش اومدین. سلام مهسا جان، ممنون از دعوتت، خوشگلم. خواهش میکنم، باعث افتخاره. مهسا جان تشکر از دعوتت، همین که خوشحالم اینجام هم ناراحت. ناراحت چرا؟ اومدیم همه چی رو درست کنیم دیگه. باید همینطور باشه. تشکر میکنم بازم از دعوتت. یعنی چی ناراحتی؟ اگه ناراحتی بی خود کردی اومدی. بچه‌ها دعوا نکنید، قراره درست کنید همه چیزو. به نظرم بیشتر از این بدترش نکنید. ازتون میخوام که خودتون معرفی کنید تا بیشتر بچه‌ها باهاتون آشنا بشن. سارا هستم، 26 ساله، شغلمم تولید پوشاک زنانه دارم. تو این استام گاهی وقت فعالیت میکنم. خوشبختم عزیزم. همچنین عزیزم. شما؟ امیر هستم، 25 سالمه، در حال حاضر کاری ندارم، بیکارم. آها، سنتون کمتر از سارا جان هست. بله. سارا چرا انتخابت سن پایین تره توی رابطه؟ سن یک عدده. از من پرسیدن، نه از شما. بله، میخوام اینو بگم، گاهی اوقات شما به خودت میبینی عاشق یه آدم اشتباهی با سن اشتباهی جایگاه اشتباهی شدی، ولی تا اون موقع از مسیرت لذت بردی. متنفرم ازت امیر. یعنی چی سارا جون؟ برامون بیشتر توضیح بده. اگه ممکنه همه چیو نگو، نذار که منم بگم. اومدیم اینجا همه چیو بگیم، ما نیومدیم همو نگاه کنیم. ببین مهسا جان، امیر شغلی نداره، کلا بیکاره، یه پسر شیطون که یک نفر رو باید نگهبان بذاری براش. با اینش کاری ندارم. روزی که به من اوکی شد، من به قدری از این پسر خوشم اومد، کلا منو مجذوب خودش کرد، اصلا منو برد. بهم سنشو دروغ گفت، محل سکونتشو دروغ گفت، با ماشین دوستش بود، گفت مال خودمه. بعد مدت‌ها که گذشت ما عاشق این گل پسر شدیم، دیدیم به به آقا پسر 1 سال از من کوچیک‌تره، ماشین نداره، خونش فرشته نیست، نازی آباده و چند وقت طول کشید فهمیدین که دروغ حرفاش؟ تقریباً 5 ماه. یعنی تو این مدت نفهمیدید که ماشینش چیه؟ نه خب، هر دفعه یه جوری میپیچوند، میگفت تو از اون برو ماشین من فلان جاست، تو برو من کار دارم خودم میرم، یا میگفت ماشینمو قرض دادم به رفیقام بیا با ماشین تو بریم بیرون و اینجور صحبت ها. ماشین تو چی عزیزم؟ عزیزم ماشین من BMW 528. امیرو اولین بار با چه ماشینی دیدی؟ با لندکروز 2023. عاشق خودش شدی یا ماشینش؟ عزیزم من خودم چند تا ماشین دارم، چند تا خونه دارم، اصلا نیازی به ماشین یا پول کسی ندارم. اصلا امیر همون موقع با یک 206 ساده هم بود، ولی اون رفتار رو داشت، من مجذوبش میشدم، باش اوکی میشدم. امیر آقا شما دفاعی یا حرفی چیزی ندارین؟ من حرف زیاد دارم، ولی میخوام بیشتر حرفای سارا رو بشنم ببینم چی میگه اصلا. اوکی، اصلا بیاین یه سوال دیگه ازتون بپرسم. در واقع چند وقته که با هم وارد رابطه شدین و الان چند وقته که کات کردین؟ تقریبا 5 سال توی رابطه ایم و 6 ماهه که کات کردیم. 5 سال امیر، مثل آب خوردن دیگه. 5 سال 5 سال و 2 ماه عزیزم. میدونی این همه تایم یه دختر بگیری یعنی چی؟ سارا جان، خب شما که زودتر دروغاشو فهمیدی، چرا رها نکردی؟ بعد این همه مدت تازه به این نتیجه رسیدی؟ عزیزم من دیگه عاشق شده بودم. خیانت. چی؟ خیانت کردی امیر جان؟ نه، سارا خیانت کرد، من فقط مچشو گرفتم. چرا خب؟ مگه اون همه خوبی منو ندیدی؟ میگه 1000 بار قربونت رفتم، 1 بارم فوش بد دادم ها؟ یعنی چی؟ یعنی که قربون صدقم چون میری باید بهم خیانت کنی؟ این چه؟ من نمیفهمم. امیر من زندگیمو پای تو گذاشتم تو این 5 سال. بیش از 10 میلیارد خرجت کردم. برات ماشین خریدم، تک لباس، همین لباسایی که تنته من خریدم. من لطفه، ولی قرار نیست چون خریدی برام انجام دادی بتونی بهم خیانت کنی. مگه من برده پولم که اگه بهم پول دادی کنارت باشم بعد از تو اتاقمون یک مرد دیگه بیاد بیرون ها؟ واقعا که خیلی نمک نشناسی. من دوست ندارم تو این بحث زیاد دخالت کنم. اجازه میدم مخاطبین تصمیم بگیرن راجع به این اتفاقات. من میرم سوال بعدیمو میپرسم. بچه متولد چه ماهی هستین؟ من دی ماهی هستم. عزیزم من آبان ماهی هستم. خصوصیات آبان ماهی ها رو میگی؟ خصوصیات آبان: مودی، خیانتکار. مگه جز اون خیانتی که گفتی بازم خیانتی دیدی که میگه خیانتکار؟ بله من خیانت زیاد دیدم، ولی آخرش دیگه خونم رو نمیخورد. چیزی دیدم که نباید میدیدم. میتونم بپرسم چی دیدی؟ به نظرم به احترام روزایی که کنار هم دیگه بودیم بهتره نگم. چیز خوبی نبوده که بخوام تعریفش امیر کنم. تو اون روز نباید میومدی خونه، تو اصلا رفته بودی بیرون. بس کن.
من فقط خواستم حالم خوب شه. تو باید بهم توجه می‌کردی، باید بیشتر بهم فضا میدادی، باید بیشتر بهم دقت می‌کردی. میفهمی؟ سارا عزیزم، کسی به شما توجه نکنه بهش خیانت میکنی؟ خیانت نیست، من اصلا حتی شماره اون پسر رو ندارم، حتی تماس یا ارتباطی با هم دیگه نداریم. سارا لطفا بس کن، اصلا طرز فکر تغییر کرده. این چیزی که تو الان بودی، اونیه که من میشناختم چته؟ تو به من دروغ گفتی، تو منو گول زدی امیر. سارا جان، شما خصوصیات دیماهیا رو میگی بهمون؟ دروغگو، بی‌ادب، خودخواه. اصلا این خصوصیات یک دیماهی عاشق نیستش، داری اشتباه میگی. بچه‌ها لطفاً آرومتر، ازتون میخوام بهمون بگین شماره همدیگر چی سیو داشتین و الان چی سیوه؟ من قلب قرمز سیوش کرده بودم، الان یک زبدر قرمز. من امیرم سیو بود، هنوزم سیوه. اوکی، خط قرمزتون تو رابطه چیه؟ دروغ دروغ دروغ، 1000 بار دیگه بگین میگم دروغ. به نظرم هر چیز قابل بخششه، حتی دروغ، ولی فکر نمی کنم خیانت قابل بخشش باشه. یعنی نمیتونی ببخشیش؟ ببینید گاهی وقت راهی واسه بخشیدن هم وجود داره. مثلا قرار نیست شما یک کاری بکنی و طرف بفهمه راحت نادیده بگیره. اگه واقعا رابطه رو دوست داشته باشی میجنگی، واقعا خودتو ثابت میکنی، اشتباهتو گردن میگیری، نه اینکه تازه دنبال ایراد تو طرف مقابلت باشی. هی خودتو میخوای گول بزنی، اصلا میخوای بگی اشتباهی نکردی، میخوای کار خودتو ادامه بدی. بعد اصلا به نظر من تو این موضوع باید خیلی سیریش‌تر باشی تا بتونی رابطتو زنده کنی و برگردونی. من اشتباهمو قبول دارم، ولی به نظر چرا این اتفاق افتاده؟ چون من ازت دروغ شنیدم، من اذیت شدم، عذاب دیدم بابت کارات. دروغ واسه اول رابطه بود، تموم شد و رفت. من خودمو بهت ثابت کردم، ولی بعد اون چیزی ندیدی که بخوای مقصرم کنی واسه کارهای بد خودت. سارا بعد از اون اشتباهی ازش سر نزد؟ خب نه، مگه میشه تو اولش بیا یکی رو گول بزنی بعد خودتو ثابت کنی بهش که چی بشه؟ مگه میشه اشتباهو بخشید؟ من خیلی حالم بد شد وقتی سنتو فهمیدم. تو هنوز پسری، مرد نشدی، من نیاز به یه مرد دارم، میفهمی؟ من واقعا حرفاتو درک نمیکنم. الان دروغ من شد صدمه به تو، ولی خیانت تو، بردن یک مرد تو اتاق خواب من و تو میشه طلب بخشش. یعنی چنین کاری پیش اومده واقعا؟ بله، به نظر من این خانم دچار اختلال روانی هست. معلوم نیست چقدر اشتباه دیگه داره و من خبر ندارم، و اگه با خبر بشم چقدر ناراحت بشم از کارش. و مطمئنم که اگه بفهمم اون ناراحت نمیشه که بهم خیانت کرد یا کار اشتباهی کرده. از این ناراحت میشه که من فهمیدم. تو داری به من توهین میکنی امیر. به نظر من سارا جان شما داری هم به امیر با این رفتارات توهین میکنی هم من. شما اصلا متوجه نیستی داری چی کار میکنی، چه اتفاقی افتاده. بهتره به خودت بیای و یکم بیشتر فکر کنی به اشتباهات تا اینکه بخوای دست پیش بگیری و بقیه رو مقصر کنی. عزیزم شما ما رو اینجا آوردی رابطمون رو درست کنی یا خراب ها؟ ما میخوایم رابطتون رو درست کنیم. میخوان درست کنن، تو نمیخوای. من میخوام، مهسا خانم میخواد، ولی تو یه دست پیش گرفتی و فقط من میکنه. همه رو مقصر میدونی. بهتره یه سری چیزا رو بپذیری دیگه. من حرفامو زدم. پس یعنی نمیخواید اشتباهتون رو بپذیرید، درسته؟ من آره اشتباه کردم، نمیگم نکردم، ولی دلیلشم گفتم چرا این کارو کردم. اوکی. بچه به نبود هم دیگه عادت کردین؟ من عادت نکردم، ولی اشتباهشم نمیتونم قبول کنم. من به نبودش نمیتونم عادت کنم، هر لحظه بهش فکر میکنم. پس سارا به نظرم یه مقدار باید روی خودت کار کنی و قوی باشی و اشتباهاتتو بپذیری. اگه از اول نمیپذیرفت وضعیت الان این نبود. من همینیم که هستم، میتونی بپذیر. متوجه نیستن امیر، یعنی بپذیره میبخشیش؟ ببینید نمیگم میبخشم، میتونیم صحبت کنیم، یه سری قانونا تو رابطمون بذاریم برای جلب اعتمادش هم تلاش کنه که بتونه مثل قبل، که فکر نمی‌کنم مثل قبل بشه رابطه، ولی حداقل میتونه یه کاری بکنه که اعتمادمو بخره. من حاضرم برگرده ماشینمو به نامش بزنم برای جلب اعتماد اگه بخواد. دوستان یه فرصت مجدد به هم دیگه بدین؟ نه، من بهش فرصت مجدد نمیدم. چرا؟ دقت کنید داره عشق با پول میخره و بازم تلاشی برای بهتر شدن خودش نمیکنه. این کاری که دارم میکنم امیر برای همینه، برای جلب اعتماد. دوباره نمیتونم تکرار کنم که عزیزم من قانونو بلدم. ماشینم به نامم بزنی چون پولی رد و بدل نشده و کادوه، میتونی با شکایت ازم پس بگیری. آها، پس بدتم نمیاد. نه، منظور من چیز دیگه ای بود. به نظرم این صحبت‌ها رو بذاریم برای پشت صحنه. از دوستان مخاطبین عذرخواهی میکنم و ترجیح میدم تصویر رو قطع کنم. ادامه صحبت‌ها رو به صورت پرایوت انجام بدیم. در قسمت ویژه احتمالاً بهتون توضیح بدم نتیجه چی میشه. ازتون خواهش دارم چنل سابسکرایب کنید، هر هفته برنامه داریم و
احتمالا برای سیاست این برنامه هر دفعه یک مجری استفاده بشه. ممنون از تماشایتون. خدا نگهدار. بچه‌ها خداحافظی میکنید؟ ممنون که ما رو تماشا کردید. خیانت نکنید، همدیگر رو دوست داشته باشین. خدا نگهدار. بچه‌ها بخشنده باشید، بخشنده باشید، بخشنده باشین. دوستتون دارم. ممنون از نگاهاتون. خدا نگهدار.